آغاز می‌کنیم آیین اختتامیه سومین دوره رقابت‌های فوتسال جام رمضان ویژه کارکنان شرکت فولاد مبارکه. این دوره از رقابت‌ها با حضور 260 ورزشکار در قالب 26 تیم به رقابت پرداختن و به صورت دو حذفی از تاریخ 11 اسفند ماه 1403 تا به امروز در 48 رقابت به این رقابت‌ها پایان دادند. تبریک میگم تیم‌های قهرمان، نایب قهرمان و سوم که فولادسازی و پیمانکاران و فولاد سفیددشت بود. کار خیلی خوبی که هر سال با همت دوستان ما در امور ورزش شرکت انجام میشه. در سپاهان نوین همکاران من سعی میکنن که با همتشون بتونن اون شرایطی که در خور و شأن نام فولاد مبارکه است برای پرسنل عزیز فراهم کنند. برای اجرای چنین مسابقاتی همکار خودم در امور ورزش و باشگاه سپاهان نوین خیلی تلاش کردن. از همه همکار خودم تشکر میکنم. ما دنبال ورزش اثر بخش هستیم، ورزش مستمر که بتونیم سلامتی رو در جامعه فولاد مبارکه ارتقا بدیم. انشالله به لطف خدا و حمایت های مدیر عامل محترم شرکت آقای دکتر زرندی که در اوایل هفته کاری خودش در فولاد مبارکه به سالن ورزش ما در مجموعه ایشون سر زدن و پیگیر ساخت مجموعه بودن. انشالله به لطف خدا امسال سال 1404 سالن بزرگ و چند منظوره داخلی شرکت رو افتتاح میکنیم. ما در راستای ورزش اثر بخش و هدفمندی که پیش بینی کردیم آکادمی های ورزشی مختلفی رو در 21 پایگاه ورزشی در استان اصفهان تشکیل دادیم که خب چشم اندازمون انشالله حضور این فرزندان در انشالله به لطف خدا و همکاری خانواده ها در المپیک 2032 هست و حالا هدفی که معاونت سرمایه انسانی اخیراً برای ما گذاشته که در تیم‌های ملی فوتبال و تیم‌های ملی شنا، واتر پولو و ژیمناستیک باید فرزندان ما انشالله در این تیم‌ها حضور پیدا بکنن که هدف بسیار سختیه، ولی من فکر می‌کنم با توجه به توانایی و پتانسیلی که در مجموعه وجود داره این اتفاق بیفته.